برنامه خبری رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما و من شعله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. قبل از تقدیم خبرگزاریشان نخست نگاه میاندازیم به سرخط موضوع امروز 8 январ. افسر مرزبانی از تیر همخدمتش در سرحد با افغانستان هلاک شده است و یا چگونه جستجوی چوپانی ربوده شده با فوجیه انجامید. ریش باشد یا نباشد، شهروندان ریشداری تاجیکستان شکایت میکنند که در گرفتن شناسنامه خارجی مشکل دارند. و تنگه ها را به معاملات برآورد. بانک ملی تاجیکستان از کمبود پول خرد میگوید تاجران در بازار علاج حساب برابری را پیدا کردند. مثلا 20 درهم یا 40 درهم اگر باقی دادن نکرده باشد دو تا ساختش میتیم. مثلا وایرام گفتم که داولنی مورم داولنی. در کشتار افسر نیروهای مرزبانی هم خدمتش متهم شده است. شیروز حیدرов که نیز افسر است در مرگ مایور سخنور اولیمیان گمان بر می شود. اولیمیان روز 4 январ در عملیات جستجوی چوپانی ربوده شده توجیک در نزدیکی مرز با افغانستان از پهلوی شکمش تیر خورد و بر اثر خونروی زیاد جان باخت. گفته می شود آن روز شیروز حیدرов در پهلوی اولیمیان بود و تیر او ناخست به مایور نیروهای مرزبانی رسیده است. حالا شیروز حیدرов در بازداشت است. نسبت او برای ویرانکنی قاعده های مناسبت با یراق که از بی‌احتیاطی باعث به مرگ جبر دیده گردید پرونده با شده است. این ماده قانون جنایی تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. شیروز حیدرов زاده نویه روشن ولایت مختار بدخشان است. سخنور اولیمیان 35 ساله از نویه مسجو بود. او تقریبا 4 ماه پیش در دیدبانگاه بهارک نویه شمزین شاهین به کار سر کرد. اولیمیان را 5 январ در زادگاهش دفن نمودند. باید ریش را پاکیزه بتراشند و یا تنها کوتاه کردن کفایه است. ظاهراً موضوع ریش دیگر باره در میان ساکنان تاجیکستان رو میزند و این بار در رابطه با گرفتن شناسنامه خارجی. بعضی شهروندان ریشداری کشور میگویند برای دریافت شناسنامه خارجی با مشکل مواجه شدند. هرچند مسئولین نهاد شناسنامه‌دهی این ادعا را رد میکنند و میگویند طلب آنها تنها ریش کوتاه و مرتب بود. میرزا نبی خالقزاد در این باره تفصیلات دارد. امروز مسئول خدمات شناسنامه‌دهی و پاسپورت‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئله این طوری که شهروندان ادعا میکنند نیست. آنها کاملا یعنی مقابل با ریش داشتن پاسپورت خارجی نیستند. برعکس آنها میخوان که وقتی پاسپورت خارجی داده می شود باید ریش آنها به ترتیب کوتاه و با نظام باشد، چون که آنها با پاسپورت خارجی بیرون از تاجیکستان میروند و باید با یک چهره زیبا و گیرا باید به خارج کشور سفر کنند. اما ساکنانی که امروز به ما مراجعت کردند آنها از سن 50 بالا هستند. یک ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت با ما گفت که وقتی که بعد از اون که برای دریافت شهادتنامه رانندگی اجازه با ریش گرفتن شهادتنامه را دریافت میکند، اما بعد آن که به خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت میکنند به اون جواب رد میدن و میگویند که با ریش اجازه یعنی پاسپورت خارجی دادن ناممکن است. و میگوید وقتی که اون ادعا کرد از این اداره به او گفتند که تنها از سن 60 بالا اجازه پاسپورت خارجی باریش داده می شده است و دیگر سن پایان داده نمی شود. همین طور با این ادعا را یکی از ساکنان دیگری تاجیکستان از ناحیه حصار که سنش به 55 رسیده است و میخواد که به روسیه رود و در اونجا که پسرش دانشجوی دانشگاه اوفا است میخواد او را خبر بگیرد، ولی در آویر یعنی که اداره شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیناً او را همین گونه پاسخ رد دادند و گفتند که باریش یعنی پاسپورت دادن نمی شود. اما طور پیشتر گفتم آویر یعنی اداره شناسنامه‌دهی و پاسپورت‌دهی تاجیکستان میگوید که باید ریش کوتاه، زیبا و شنم باشد تا اینکه به نظر هر بیننده یک توجه نادرست را یک فکر نادرست را به میان نآورد. نمایندگان این اداره یعنی آویر گفتند که آنها من بعد باز هم این مسائل را میآموزند و جواب درست و دقیق به شهروندان خواهند داد.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. امروز در ترکیه محکمه 28 شخص متهم به دست داشتن در کشتار سفیر روسیه در سال 2016 آغاز یافت. سفیر روسیه در ترکیه اندری کارلوف ماه دکبر سال 2016 در انکره هنگام افتتاح یک نمایشگاه عکس از سوی افسر پلیس ترکیه کشته شد. دادستان انکره 16 متهم را با دست داشتن در کشتار و 12 نفر دیگر را با عضویت در گروه تروریستی ابدار کرده است. مسئول قتل سفیر در جای حادثه از تیر افسران پلیس به هلاکت رسیده بود. مقامداران ترکیه میگویند قاتل پیروی شبکه زیر رهبری فتح‌الله گولن بوده. کشتار سفیر روس به خاطر خللدار نمودن روابط ترکیه و روسیه انجام شد. دادستان کل پیشین ازبکستان در نزد دادگاه پاسخ میگوید رشید قادیروف که سالهای طولانی در این وظیفه بود به سوء استفاده از مقام و جنایت‌های اقتصادی متهم می شود. در برابر او میرغلام میرزویف معاون سابق دادستان تاشکند که در دوره رهبری پرزیدنت پیشین اسلام کریموف یکی از چهره‌های تاثیرگذار ازبکستان حساب میشد در کرسی عیبداری نشسته است. جزئیات را از کیومرسی عطا میشنویم. دادگاه ناحیه یونس‌آباد تاشکند روز 7 ینور بررسی پرونده پرسر و صدای دادستان کل پیشین ازبکستان رشید قادیروف را آغاز کرد. به گفته یک منصبدار ازبک پرونده قادیروف پشت درهای بسته بررسی می شود. این منبع میگه که دادرس پرونده معاون رئیس دادگاه شهر تاشکند اکبر تورابوف است. درباره جزئیات محاکمه حتی به خویشان گمانبر خبر داده نمی شود. رشید قادیروف 66 ساله که 15 سال دادستان کل ازبکستان بود، ماه اپریل سال 2015 از مقام برکنار و ماه فوریه سال 2018 در شهر تاشکند با گمان یک قطار جنایت‌ها دستگیر شد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف سال گذشته در جریان سفرش به ناحیه اولغنار گفته بود حالا دادستان کل با گروهش در زندان است. پس از 2-3 ماه تبریک میکنم که به واسطه تلویزیون همه چیز را بگوید، زیرا او در همه جای کروپسیا را پهن کرد. از هر دادستان ناحیه 30 یا 40 هزار دلار میگرفته است. دزد واقعی بود. بنابراین از مقامات دادستانی 70% کارمندان برکنار کرده شدند. وزارت امور داخلی ازبکستان ماه مارس سال 2018 پسر 39 ساله قادیروف علیشیر را نیز با جرم قلابی و طعنه‌جویی تحت پیگرد قرار داد. بر ضد پدر و پسر به مبلغ نیم میلیارد دلار دعوا و شکایت شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در حالی که در تاجیکستان در نقلیات بزرگ برای دادن بقیه پول میده و یا به اصطلاح دیگر تنگه نمیرسد، بعضی از ساکنان درم و سامانی فلزی را به کودکانشان تقدیم میکنند. در نهایت تنگه هایی که باید در معاملات باشند ماها در کنج خانه میخوابند. چون این وضعیت باعث آن شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ساکنان دعوت نمایند که به جمع‌آوری تنگه ها خاتمه بدهند. برای یوسفی موضوع را آموخت و این گزارش را آماده کرد. فروغ و یعقوب نظرزاده ها جمع آوردن تنگه های فلزی دیرم و سامانی را دوست می دارند. آنها می گویند تقریبا 4 ماه پیش جمع آوردن تنگه ها را شروع کردند و حالا هر کدام در حجم تقریبا 300 سامانی تنگه های فلزی جمع آوردند. هر بگه پدرم از کار آمده من تنگه هایش رو به من میدهد، تنگه های باقی مانده اش رو به من میدهد. من جمع میکنم و رفته آنها را پول میکنم. با افزودن شماره تنگه های فلزی دیرم و سامانی در معاملات ظاهرا به نظر می رسد که تقریبا در همه خانواده های تاجیکستان کودکان به جمع آوری تنگه های فلزی دیرم و سامانی مشغولند. وقتی که تنگه ها پر شدن لوازمات های خانگیشمان را میخریم، قلم میخریم، دفتر میخریم، جزدان میخریم. این شغل جمع آوری تنگه ها که حتی کلانسالان هم آن را دارند باعث کاهش پول های خرد فلزی در معاملات شده است. با منظور این مشکل بانک ملی تاجیکستان از طریق رسانه‌های دولتی از ساکنان دعوت کرده است که تنگه‌های فلزی دیرم و سامانی را جمع آوری نکنند و تنگه‌های جمع کردهشان را به معاملات برآورند. زیرا این کمبود باعث کاهش شدید پول‌های میده در معاملات و مشکل برگرداندن بقیه در بازار و نقلیات شده است. یک سامان 60 دیرم رو گیرم. ما در 2 سامانی میتیم 40 دیرم نمیبینیم. ایمی تنگه تقسیم میکشیم. کمتر هم تنگه میریم میکویم با اینجورا هم اجورا کیوسکو میریم میگیر. 10 سامان میتیم 9 سامانی تنگه من میتیم.
мушкили камчинии танга дар тиҷорати маҳсулоти гароннарх зиёд мушоҳида намешавад ва ё дар бозорҳо мавриди зарурат бар ивази бақия бо маҳсулот ҳисоббаробарӣ мекунанд. ки бисёри вақт ба ҷои воқеа ба ҷои зида чӣ мисол сахич медиҳем, мисол 20 дирам ёки 40 дирам агар боқия додан дар кор бошад дута сахич медиҳем. Мисол вайронам ки даволни морам даволни. тақрибан 1.5 соли пеш масъулони Бонки Миллии Тоҷикистон эълон карда буданд ки бо манзури фарсуда шудани пулҳои хурд дар муомилот тангаҳои филизии навро ҳамзамон бо пулҳои коғазӣ ба муомилот мебароранд. онҳо мутмаин буданд ки ин иқдом мушкили пули майда ва ҳисоббаробаркунӣ дар муомилоти пулро ҳал мекунад. ва ин имконият медиҳад ки фарсудашавии худи асъор камтар шавад ва тангаҳои филизодӣ чӣ хеле ки шумо медонед истифодабарии ҳаёти он нисбат ба пулҳои коғазӣ бештар аст. дар тоҷикистон тангаҳои филизӣ дар солҳои 2001, 2006, 2011, 2015 ва 2017 ба муомилот бароварда шудааст. ҳамчунин моҳи июни соли гузаштаи 2018 тангаҳои филизии 1, 3, 5 сомонӣ ва 10, 20 ва 50 дирам нашр ва ба муомилот бароварда шуд. Бонки Миллӣ ҳаҷми тангаҳои филизӣ танҳо то соли 2015-ро нашр кардааст ки ба 31.2 миллион сомонӣ баробар буд. муносибати ғайриоқилона ба муҳити зист аз ҷумла ба чарогоҳ табдил додани макони будубоши паррандаҳои ваҳшӣ ва истихроҷу коркарди саноатии рустаниҳои кӯҳу пуштаҳои Тоҷикистон саршумори кабкҳоро коҳиш додааст. Бар илова мардуми тоҷик кабкро ҳамчун ғизои хуштаъм ва паррандаи хушхон дӯст медоранд ва мутаассифона ин муҳаббат кабкҳоро кам мекунаду зиёд не. гузориши Орзуи Карим ва Рустами Ҷонӣ дар ҳамин бора аст. маҳмадалӣ Сафарови 73 сола дар кӯҳу пуштаҳои Хӯросон каб шикор мекунад. солҳои пеш мерафтем ҳезунда ягонта мерафтем селу серекавуд ҳозир мегӯянд ки ягонта нест. ин шикорчӣ бо таҷриба таассуф мехӯрад ки чарогоҳ шудани ин мавзеъ кабкро камчин кард. гӯспанди ракиме тухми кав гамта злага кад рафта гамта нест рафта ба ҳамин сабаб тухми кав тамом дур шуд рафт. кабкро овози хуш ва гӯшти хуштаъм барои мардуми тоҷик ҷолиб мекунад. اینها مخلصی کبکن که در بیکاری سبقت‌های گوناگون دایر می‌کنند. این سبقت‌ها دوگونه هستند. قوی بودن آوازها را تجربه می‌کنند یا در میدان محاربه تنبتن کبک‌ها را دایر می‌سازند. غالب گاه بهره مالی و گاه هم ذوقی می‌بردارد. اینجا هم وسیله‌های گوناگون شکار این پرنده را می‌فروشند. شکار پیوسته کبک یک سبب دیگری از کمچین شدن آن در خراسان دانسته می شود. 5 سال طبیعت محکم می‌کردند، نگاهبین می‌کردیم که بسیار تخم همین نست نشود. اداره حفظ طبیعت ولایت ختلان شکار کبک را منع کرده است. آنها میگویند به خاطر حفظ نوع آن گاه‌ها پرنده‌های خانگی را آزاد می‌کنند. کبکایی که در خانه‌ها نگاه می‌دارند و با واسطه همون کب با شکار کب می‌برند گرفته با همون جنگل سر می‌تیم. با قول محافظین طبیعت محو محیط زیست این پرنده را از این جایها گریزانده است. ریسپوبلیک این کار را میکنن برای شیرگیری مثل افغان‌ها اومده شیر میگیرن و خیلی یک حساب دا کمتر و همون کاو در بخی همون پاره تخم میمونه. خیلی اومد البته پاره را میبره تخم وای میدان دا میمونه. چیکار میکنه؟ محمد علی سفاروف میگوید خوب شد صید کبک را منع کردن. او میخواهد چون روزهای دیرین باز در پشتهای دهی آنها صدای این پرنده خوش آواز بلند باشد و دیگر به خاطر شنیدن آواز خوشش کبک را به قفس ناندازد. و سال 2018 تخمیناً 800,000 مهاجر افغان از ایران یا با خواهش خود به وطن برگشتند و یا مقامات ایران آنها را از جمهوری اسلامی اخراج کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز 8 январ گزارش داد که برقرار شوی تحریم ایران از سوی آمریکا بالا رفتن میزان تورم و بقرب شوی پول ملی ایران به بازگشت مهاجران افغان صورت بخشید. برنامه خبری رو برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالب از این بیشتر رو در سامانه www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بخوانید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب نیز برای شما عزیزان است. صبح فردا تماشای نوید بامدادی از یادتان نرود. ما شما رو منتظر میشیم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.